وقتتان بخیر. امروز در وایت استودیوی آریا میدیا با خود برنامه‌گذاران، هنرمند و وکیل و نماینده حقوقی در کشور شاهی آلند را با خود داریم. هنرمندی که نه تنها با موسیقی فولکلور و محلی بلکه با سبک‌های مختلف مانند غزل، قوالی و پاپ در قلب تمام افغان‌ها جای خود را دارد. هنرمندی که با یک واژه میلیون‌ها افغان را از خود کرده. اینم تو دقیقه دقیقاً شرافت پروانی. موضوع برنامه روی تور هنری شرافت پروانی در اروپا می باشد. قرار بود در تاریخ 11 جنوری در آمستردام رای کنسرت شرافت پروانی برگزار گردد، ولی بنابر تصمیم شهردار شهر آمستردام لغو گردید. جزئیات بیشتر را از میهمانان عزیز میشنویم و در اخیر این که تاریخ جدید کنسرت را به شما اعلان خواهیم کرد. میهمانان ما هر یک: رامین حکیمی، انترپرنور، رئیس و مؤسس سیتی فیشن، فروشگاه بزرگ سیتی فیشن، مسئول مؤسسه تولیدی به خاطر کمک به خانم‌های بی‌بضاعت، جوان پرکار و چهره شناخته شده در بین افغانان عزیز. مسیح رسول، وکیل رسمی در کشور شاهی آلند و همچنان شکیب رحمانی، فارماسیست و برنامه‌گذار استیج ایونت. شکیب عزیز، در نخست از خودت میشنویم این که استیج ایونت چگونه کار میکنه و این که چندمین تور شرافت پروانی رو خودت داشتین و این که در کل چی کارهایی رو انجام دادین. بعد از عرض سلام خدمت میهمانان عزیز و دوستایی که ما را بینا هستن. استیج ایونت در اصل ادامه کارش از 2008 شروع شده. 2008 اولین کنسرت را که در هامبورگ برگزار کرد استیج ایونت، و هنوز استیج ایونت به نام استیج ایونت نبود و به اسم خود من پیش می بردم تا ای که رفته با هنرمندای نام هفت افغانستان، آریانا جان سعید، فراجان دریا، موسیقی تاجیکستان صدرالدین عزیز و بالاخره مشهورترین، براتون گفته میتونم یکی از مشهورترین محلی خان افغان ما که آقای شرافت پروانی باشه، تانستیم همکاری را برشان داشته باشیم که ما یک بار از رامین جان حکیمی تشکری خاص میکنم که را موقع مساعد ساخت که یک کار با هم داشته باشیم و با پروانی صاحب عزیز این تور داشته باشیم. اولین بار آقای پروانی و اولین بار توری با آقای پروانی بود که در اروپا آمده بودن و هنوزم چهارمین کنسرتش که بخیر اختتام بیافته و کنسرت های بعدی در سال آینده بخیر ادامه داره. رامین عزیز، از خودت میشنویم این که چطور خودت در بخش فرهنگی پا گذاشتین. قربان شما مسیح جان، در قدم اول ما سلام خدا برای شکیب جان رحمانی میگم و آقای رسول جان رسول که از کشور آلند اینجا تشریف آوردن و ما را افتخار دادن که امروزشان اینجا بشینیم و صحبت داشته باشیم و یک سلام جداگانه به آقای پروانی صاحب که اونا ما را تماشا دارن و سلام خاص برای بیننده های عزیز که ما را از پرده تلویزیون خود بینا هستند. خب علاقمندی خاص خود که ما برای آقای شرافت پروانی داشتم در مدت سالهای زیاد و امی باعث شد که ما یک کنسرت را در راه بندازم همراه با شکیب جان رحمانی و زیادتر علاقمندی ما مسیح جان نگاه کردن کلتور و فرهنگ خود ما است که امی باعث شد که ما امی کنسرت همراه شکیب جان پیش بریم. بله، بسیار عالی. خب میخوایم بشنوم از اینکه تجربه خودت چطور بود وقتی کنسرت را اجرا کردین در هامبورگ و در فرانکفورت. چی چیزایی رو تجربه کردی خودت؟ چطور بود در خودت؟ والا تجربه بسیار تجربه خوب رو داشتیم، تجربه بد رو داشتیم. متاسفانه مسیح جان تجربه خوب ای بود که ما بسیار وطندارای خود خوش دیدیم. بسیار زیاد وطندارای ما که شاید شما دیده باشین کنسرت فرانکفورت ما سولد اوت بود و بسیار زیاد وطندارای زیاد لوج تشریف آورده بودن
بسیار در کل تجربه خوب داشتیم، تجربه خوش داشتیم. سفرهای نریره که ما شهر به شهر امرای پرونی صاحب داشتیم، بسیار به یک شوق، به یک علاقه و بسیار خوشم آمد این کار. مهدی جان در کل بسیار یک تجربه خوبه بود که امرای پرونی صاحب، امرای شکیب جان و مکمل تیمی که ما کار میکردیم، آریا میدیا بسیار مقبول درخشیده کنسرت های ما و تنها گفتم میتونم که یک تجربه خوبی بود که کردیم و در آینده هم امیر روانده ادامه میدیم. بسیار عالی. شکیب عزیز، مطمئنم که شما تجربه بسیار زیاد دارین در این رشته و در این کار و البته تورای بسیار برنامه گذاری کردین. چی چالش هایی را در این برنامه داشتین خصوصا؟ فکر میکنم یک مسئله که بسیار مهم و عمده که در این مسئله در این کور ترانه صاحب اتفاق افتاد، با وجود قدر هیجان که در این کنسرت ها بود و مردم به شوق و ذوق و کنسرت های ما ماها قبلش تکت ها خلاص شده بود و همگی دنبال تکت میگشتن. متاسفانه در آخر یک اتفاق بسیار ناگوار و بسیار ناگوارای به همگی، خصوصا برای ما که برنامه گذار هستیم، برای پرونی صاحب که جزء از این برنامه بودک و هنرمند ما بود، برای مردم بیچاره‌ای که از راههای دور آمده بودن، یک اتفاق افتاد که همگی در جریان هستن و ایره ما پیگیری داریم و مگذارم مسئله بعدیشه که مسئله حقوقیش است که در اونجا مسیح جان رسول در اونجا بر شما معلومات بدن. بسیار عالی. محترم مسیح رسول، بسیار خوش آمدین و از شما میخواییم بشنویم که دقیقاً روی تاریخ 11 جنوری اتفاق که افتید چی کارهایی را صورت گرفت و چی کارهایی را شما انجام دادید؟ سلامت باشین. دخلم اول باید برای شما بگویم چی خوب یک اسم زیبا داریم. بسیار نام زیبا، چون هم نام هستیم نه؟ و ما هم به نوبه خود سلام خود از طریق این پروگرام زیبایتون به همه هموطنان عزیز که ما را بیننده هستن تقدیم میکنم و به شرافت جان عزیز که فعلا متاسفانه با ما اینجا تشریف ندارن، همه از طریق ویدیو با ما هستن و با شما همه. خب اتفاقی که رخ داد از نگاه حقوقی میشه که از 3 بخش ایره ببینیم و در موردش صحبت کنیم که ما دنبال میکنیم. بخش اولش تصمیم شهردار شهر آمستردام بود که کنسرت لغو کردن، با وجود از اینکه تقریبا کدام موضوع امنیتی را دلیلش گفتن که بود که پروگرام باید لغو شد و 5-6 ساعت اونا اونجا کنترل کردن، همه موضوعات درست بود، مردم داخل سالن شد و تا آقای پروانی اونجا آمد یک اجرا هم داشت، صحبت کرد با کسانی، با فنهای خود و با وطنان خود که اونجا تشریف آورده بودن و به حساب لاست منت باز هم تصمیم گرفتن که پروگرام لغو شد و هنوز هم دلیل درست ما از اونا به دست نآوردیم و این موضوع را ما پیگیری میکنیم و باز هم اونا وقت خواستن از ما و میخواین که خب تصمیمی که داریم ما میخوایم بفهمیم که چی باعث شد و او در جریان است. بخش دوم موضوع کیس پلیس است که شخص و یا اشخاص اگر دلیل از این بودند که این پروگرام کنسل شود چون مشکلات امنیتی به وجود می آمده، چون ترسانی بودن، او موضوع را هم پلیس در تحقیق گرفته و ما هم چون موکلین ما متضرر این موضوع شدن، نه تنها اینا بلکه همه افغانایی که اونجا تشریف آورده بودن، خود آقای پروانی، همگی اونجا به صدها علاقمندشان از خود هالند، از بیرون از کشور هالند تشریف آوردن و ناامید دوباره مجبور شدن برگردن. این موضوع کوچک نیست، شوخی نیست، همچون چیزها و ایره بسیار جدی دولت هالند هم پیگیری داره و ما هم دو تعقیب میکنیم موضوع را و بالاخره باز خب ام پروسه پیش میره. و بخش سوم که دلیل اینی است که ما همه امروز اینجا جمع شدیم، موضوع ازی است که شکیب جان از طریق استیج ایونت و رامین جان کنترکتی که با آمستردام رای داشتن و ایره ما باید از بگویم که آمستردام رای یک استیج بسیار معتبر، بسیار بزرگ و جایی است که هنرمندای بین المللی اونجا پروگرام اجرا کرده
و دی همچه استیجه که یک هنرمند افغان اونجا تشریف میاره و اینا میسر ساختن برشان. حرف بسیار خوبی بود. اما متاسفانه چون نظر به دلایل امنیتی این پروگرام کنسل شد، قسمی که ما میدیدیم و این موضوع را تعقیب کردیم با اونا یعنی دیگه کدام علاقمندی نداشتن که دوباره پروگرام اونجا پیش بره، یعنی تاریخ نو برای ما داده شد. و یک آپشن ای بود که خب ده لوکیشن دیگه است که در هلند و میشد که به بسیار زودی باز پروگرام گرفته شود. اما این موضوع را ما با شکیب جان، با رامین جان صحبت کردم و همچنین با آقای پروانی و همه از اینا گفتن که نه، اونجا همه وطندارای ما آمدن با امید از این که ما اونجا اجرا داشته باشیم و ناامید رفتن و ما هم و خواست ما همی است هر رقم که میشه باید که اونجا پروگرام ما پیش بره. و به یاد دارم که آقای پروانی گفتم که من باید از دموجه خواستم است که دوباره دمو استیج بیایم. قسمی که من به وطندارای خود و به علاقمندای خود خداحافظی ازشون کردم و نتونستم که پروگرام پیش ببریم، دوباره همونجا این پروگرام پیش بره. همین چیز شکیب جان و رامین جان. خلاصه ما موفق به این شدیم که دوباره این پروگرام تاریخ جدید به دست بیاره. چیز بسیار مهم که بعداً وزور در مورد شما معلومات میتین و با می مجده در پروگرام زیبای شما حاضر شده و این از اون بخش حقوقی دمی چند هفته که به حساب طول گرفت و ما نخواستیم در میدیا دیگه در این موضوع صحبت بکنیم، چون موضوعات مختلف بود که باید به رقم درست پیگیری میشد و وقتی که ما ظاهر میشیم در مقابل مردم با دست خالی نبیدیم. بسیار تشکر. پروانی عزیز، بسیار خوش آمدین به آریا میدیا و از خودت میپرسیم که تجارب خودت چگونه بود و در کل تور اروپا برای خودت چی خاطرهایی را گذاشت؟ خب سلام تقدیم میکنم خدمت مسیجان تاجزای نازنین نطاق برنامه و همچنان خدمت شکیب جان رحمانی نازنین و خدمت لالا رامین جان حکیمی نازنین و همچنان خدمت وکیل صاحب محترم مسیجان رسول که واقعا زحمت‌های فراوان خود کشیدن و من بسیار خوشحال هستم. امیدم که حتی صحبت‌های کمک برگ زده از زبان ما رد میشه. بعضی وقتا آدم دمو لحظاتی که بسیار خوش می باشه فکر میکنم زبانم بند میشه، اما بعضی وقتا خدای ناخواسته در شرایطی که جگرخون می باشدم که شب تاریخ 11 ما که زمانی ما روی استیج استاده شدم، یگانه استیجی بود که هم دست و پا می لرزید و هم زبان می لرزید و در کل بخی انرژی از بین رفته بود. اما شکر خداوند که حالا از خوشی صحبت میکنم و اگر تاوسر میشه زبان ما خیلی معذرت میخوایم و در کل سفری که به طرف اروپا داشتیم خوش گذشت. مسیجان قن با تمام مردم نازنین ما که در برنامه ها و در کنسرت ها دیدیمشان و لذت بردم با تمام افغانای نازنین ما که در اروپا بودن و انشالله خداوند قسمت بکنه که بار بار به هر گوشه ای که افغانای نازنین است. من خب می وظیفه‌ام است که یک هنرمند هستم و برم دل تمام افغانای نازنین خود شاد بسازم از طریق همین موسیقی و هنر خود. و کنسرت های اروپا همگیش با همکاری رامین جان نازنین و شکیب جان نازنین و آمدن افغانای نازنین ما که در هر برنامه که ما با زیبایی آمدن واقعا من زیاد لذت بردم، کیف کردم. از نوازندگان نازنین که اونجا همراه همکاری کردن بسیار لذت بردم. در کل مزه‌دار بود. یگانه کنسرتی که خفه ما ساخت، جگرخون ساخت، مرا هم جگرخون ساخت و تمام افغانای نازنین ما که مادرها بودن، پدرها بودن، خواهرها بودن، برادرها بودن، همگی یک جا شده بودن، آمده بودن و تمام رفیقا و نازنینا آریا میدیا و دیگه همکارای کنسرتی ما اونا تمام زحمتای خود کشیده بودن. اونجا بسیار خفه شدم که کنسرت که ما یعنی به جایی که میخواستم برسه و بخوانم برای همه افغانای نازنین ما، متاسفانه بدبختانه که اوطور نشد. خفه شدم، بسیار جگرخون شدم و در کل
خوش گذشت سفر اروپا، یک سفر بسیار عالی و یک سفر بسیار مزه‌دار و خداوند خیر نصیب بکنه تمام عزیزایی که همکاری کردن همراه ما و دستیاری انداختن طرف ما که تا ما بتانم از طریق هنر موسیقی خود خدمت افغانای نازنین خدا بکنم. سپاس میکنم و حالی هم بسیار خوشحال هستم که شما نازنین ها یک جای هستین و صدا میکنم برای افغانای نازنین ما که بخیر انشالله دوباره من میایم بخیر. تاریخ هم بخیالم برشان گفتین نگفتین؟ البته تاریخ هنوز نگفتیم. البته مژده جدید است، از اون خاطر ماندیم که در آخر برنامه برای دوستا بگوییم. باش عزیز دلم دیگه انشالله که تاریخ جدید مرا همینجا انرژی بخشیده و شما نازنین ها را همچنان و انشالله که انرژی مقبول و مزدار افغانای نازنین ما را تاریخ نو ما برشان نصیب شود که دوباره بیاین بخیر و کنسرت و با گفته وکیل صاحب مسیجان نازنین که پیشتر یادآور شدن که ما با شکیب جان نازنین و همچنان رامین جان نازنین همیشه صحبت های ممی بوده که ما از جایی که نتونستیم کنسرت خود اجرا بکنیم و دوباره اگر قسمت شد نصیب شد باید دوباره باز به مو استیج و به مو سالون ما برم و اجرای خود دوباره همونجا داشته باشیم که خداوند ما شما را موفق داره و موفق داشته باشه و انشالله که بخیر دوباره باز برم روی مو استیج با تمام نوازندگان عزیز و با تمام تیم کاری ما انشالله یک شب خوب و خوشی را تاریخی را که شما اعلان میکنین همون شب بخیر با تمام افغانای نازنین خود داشته باشم و لذت ببرم انشالله و رحمان بخیر. حتما چون بخیر دوباره در تاریخ جدید در آمستردام مثل ستاره بدرخشین و بازم در دل میلیون ها افغان آهنگای خود چنگ بزنن. شرافت پروانی عزیز یک سوال کوتاه تکنیکی از خود دارم، این است که میشه برای بیننده و برای ما بگین که فرق بین ثبت کردن در استودیو برای خودت چگونه است و یا ای که لایو و پرفورمنس میکنین پیش روی مردم؟ و قربانه که چم لایو خود شیرینی خدا داره، مزه‌داری خدا داره. لایو مثل یک میوه ارگانیک است، اما استودیو یک کمان که یک چیزای جالب دیگه داره. بر صورتش استودیویی هم که از ویژگی خاص خود داره که هم یک زحمت کار داره که از استودیو هم وقتی بخوانی زحمت خوب بکشی از او هم یک چیز خوب به دست می آید، اما لذت و کیف و مزه‌داری که در لایف است در هیچ چیزی نیست. چرا لایف مزه داره؟ مسیجان نازنین لایف اشتباهات داره، لایف نوآوری ها داره، میتونی که نوآوری بکنی لایف و اگر نوآوری با جا اجرا شود خب مزه‌دار حتی اگر نوآوری تام به جا بخوره هموش هم مزه میتبرد که چون لایف است. در لایف هر چیز که میای مزه‌دار میباشه. عزیز برادر نگفتین که در لایف اینم توی میآید. کیف خدا داره. رامین عزیز از خودت بازم میپرسیم که برنامه‌های جدید خودت چی است؟ آیا در بخش هنری و برگزاری برنامه‌های کنسرت ادامه خواهید داد یا ای که چگونه نظر خودت است و همچنانی که تاریخ جدید اگر اعلان کنید؟ مسیح جان عزیز، بله این اولین برنامه نبود، اولین کاری که ما امروز شکیب جان تجربه کردیم اولین برنامه بود و آخرین نمی باشه. ما تصمیم دارم که دیگه برنامه مقبول و وطندارای خود تقدیم کنیم. کنسرت های امیر رقم که برای پرونی بود دیگه هنرمندای خود کنسرت هایشون بگیریم و همه تو بخیر پیش میریم. بسیار پیش از اینکه تاریخ رو بگوین میخوایم از خودت، از شرافت عزیز و از شکیب عزیز بپرسم که همکاری آریا میدیا همراه شما چگونه بود و چطور یک تجربه بود؟ آریا میدیا که در اصلش حمید جان است، واقعا بهترین دوستم و بسیار یک تیم بسیار مقبول، بسیار یک تیم خوب با اتحاد با اتفاق و در عین زمان بسیار کار پروفشنال و ما بسیار خوشم آمد از آریا میدیا و ما در برنامه‌های آینده همچنان ما با امرا با آریا میدیا یک تیم هستیم و یک قدم به قدم همونطور پیش میریم. تشکر. شکیب عزیز، تجربه خودت از آریا میدیا و تیم آریا میدیا چگونه بود؟
مسیحیان عزیز، با آریامیدیا ما یک تجربه بسیار خوب و واقعا مثبت داشتیم. روند کارشان بسیار پروفشنال و بسیار منظم کارایشان و من فقط میتونم چیز مثبت ازشان یادآوری کنم که من نمیخوایم مثلا زیاد دراز کنم. پروانی عزیز، از خودتان بشنویم تجربه خودت با تیم آریامیدیا و بچهای آریامیدیا چگونه بود؟ همکاری آریامیدیا صفر، همکاری ما بسیار قوی بود. همکاری ما با آریامیدیا قوی بوده که ما همیشه راستی حقیقت بگویم هر وقتی که با آریامیدیا داخل شدیم و با تمام نازنینا وقتی که کار کردیم لذت بردیم از اخلاقشان، از کارایشان و از محبتشان و از مهمان نوازیشان که چند باری ما در داخل استودیوشان آمدیم و این خب بسیار جایگاه زیبا را دارن که کارهای مقبول کردن، اما یک مقدار کارکایشان به نظر مرا آزار داد که خوب نام خدا ویدیو کار خودشان میگیرند در سوشال میدیا کایشان مندازن کوتاه ما کورشان که یک دو تگک به روان کرده باشن. اینا بیننده عزیز، شما را بسیار در انتظار نمیمانیم. قرار است که از زبان رامین حکیمی عزیز تاریخ جدید کنسرت شرافت پروانی عزیز را بشنویم. در خدمت شما هستیم. مسیح جان، تاریخ جدید با ای که بسیار مشکلات دیدیم، شکیب جان رحمانی، ما و وکیل صاحب مسیح جان رسول که اینجا ششتن و یعنی یک کار ساده ای نبود. قسمی که پیشتر وکیل صاحب به شما گفت با بسیار مشکلات ما دست زیر علاشه نشسته بودیم. دمی یک ماه دو ماهی که سپری شده از تاریخ 11 و بعد این طرف با بسیار مشکلات دشواری زیاد ما تانستیم همه ما یک تاریخ بگیریم که این کنسرت دوباره بخیر به می سالونه که بودیم آمستردام رای برگزار شود و این تاریخ هست تاریخ 5 اپریل. درست شکیب جان؟ 5 اپریل است، فکر کنم 4 یا 5 عید بخیر میشه و تشکری خاص که ما از طرف خود از وکیل صاحب مسیح جان رسول میکنم که واقعا اگر اینا نمی بودن ما از آلمان هستیم و اوجا آلند است. لسان پرابلم داشتیم از همه چیز و نخواد که اقدر زود ما تاریخ میگرفتیم. حتی در سالون شاید که دیگر کنسرت افغان به نام افغان دیگر برگزار نمیشد و یک تشکری بسیار خاص از وکیل صاحب من میکنم و دوستا و تندارام همین رقم که منتظر بودن و زنگ میزدن، برای ما زنگ میزدن، برای شکیب جان زنگ میزدن. دیگه از طریق همی پرده تلویزیون برشان میگم مبارکتان باشه. تاریخ 5 بخیر همتون میبینیم در سالن آمستردام رای همراه با پروانی صاحب. شکیب عزیز، پیام خودت میگیریم از اینکه تاریخ جدید را اعلان کردین و اینکه بیننده و هموطنان ما با مو تکتایی که داشتن میاین و یا چگونه؟ مسیح جان قسمی که پیشتر آن گفتن بسیار مشکلات را ما متحمل شدیم. رامین جان آن گفتن تا که بالاخره این تاریخ به دست آوردیم. به این خاطر گپ یاد میکنم که مردم همگی از طریق اینستاگرام، از طریق ایمیل، از طریق تلفن ما میخواستن تماس بگیرن. تا اندازه ما تونستیم برای مردم جوابشان بدیم، تا اندازه همگی را اگر نتونستیم برشان جواب بدیم ازشان معذور هستیم به خاطر که واقعا زیاد بود سوالا و به این دلیل ما چیزی به دست خود نداشتیم که برای از اون یک جواب قناعت بخش داشته باشیم. امروز ما که همگی دور هم جمع شدیم با کمک مسیح جان که واقعا باز ما از خودت تشکری باید بکنم. مسیح جان رسول ما را واقعا در هلند بر مسئله حقوقی بسیار کمک کردن و بسیار یک بازوی دست راست ما شدن اونجا که من باز تشکری میکنم ازتان. با مشوره با هم با رامین جان عزیز، با پروانی صاحب عزیز به این تفاهم رسیدیم که یگانه تاریخی که ما و شخصا خودم بسیار دیگه علاقه‌مندی داشتم با وجود اگه بتونم کوتاه بگویم من یک هفته بعدش یک کنسرت دیگه دارم در هلند، اما چون این مهمترین مسئله بود من خواستم که در شبای عید باشه، در بعد از عید رمضان یک چند روز بعد یک تحفه عیدی برگ سبز تحفه درویش که ما بتونیم دوستایی را که از او برنامه کمک و غمگین و دل سرد از او برنامه رفتن بتونیم پس دوباره خوشی رو برشان بیاریم. در سوال شما من میخوایم بگویم که تمام اشخاصی که تکت از طریق آنلاین خریدن بر از اونا انقریب بر همشان ایمیل میاد و او ایمیل
در او ایمیل تمام معلومات درباره کنسرت نوشته شده. دوستایی که تیکت شب کنسرت خریدن لطفاً تیکتایتان نگاه بکنین و او تیکتایتان اگر با خود داشته باشین و ما روان بکنین از طریق ایمیل که ما از طریق همراه شما تماس شویم و معلومات بعداً به شما داده میتونیم. بله. شرافت پروانی عزیز، از خودت میشنویم تاریخ جدید 5 اپریل را برای هموطنان ما چگونه استقبال میکنیم؟ بسیار زیاد تشکر مسیح جان قن. انشالله که این تاریخ 5 اپریل تاریخی باشه که بخیر انشالله با همکاری تمام تیم ما که بتانیم بخیر یک شبی را در اختیار تمام افغانای نازنین ما که در شب دیگه خسته و خفت به طرف خانه هایشان رفتند بتانیم یک شب عالی و مزدار پر از چکچک و پر از سر و صدا و پر از لبخند داشته باشیم انشالله. من فقط هم یه آرزو را دارم از ما دیگه چیزی نیست مسیح جان نازنین و خوشحالی او شب برای ما بالاترین زیبایی است که افغانای نازنین ما در شهر آمستردام، شهر آلند بخیر همگی یک جا شوند، بیان و لذت ببرن و برشان من تبریک میگم. امی تاریخ نوام چرا تبریکی میتون برشان که چون زحمت بسیار کشیده بودن، راستی دلکای ما تکه تکه بود و این نازنینایی هم که دور برتان ششتگی هستن اینا هم زحمتای خود کشیدن. افغانای نازنین مازر گوشه و کنار از دور و نزدیک تیکت کردن، تیکت تیاره کردن، هتل گرفتن و چقدر مصارف ها را کردن آمدن که کنسرت ببینن و لذت ببرن و کنسرت برهم خورد و همگی جگرخون شد و رفت و خداوند حالا به تاریخ نو همگیشان خوشحال و تایت و رایت و لب و جب بیاره که من برشان بخوانم و برشان صدا کنم یعنی تو دقسی یالالا تبشان خوش شوه. امی آرزویم است. بس خلاص. تاریخ 5 اپریل با شرافت پروانی عزیز دوباره روی استیج در آمستردام رای خواهیم بود. یک شب پر از خاطره و شب جلجلی حتما می باشد. تا بعد. تاریخ نو شب‌های عید 5 اپریل